امری امینوف مجسمه ساز تاجیک مقیم فرانسه میخواهد پیکره 13 شاعر و نویسنده کلاسیک تاجیک همراه با متفکر آلمانی گیوته در صحن دانشگاه دولتی شهر سنت پترزبورگ روسیه گذاشته شوند. او که خود اکادمی نقاشی روسیه است نمونه این مجسمه ها را آماده کرده لایحه بازسازی صحن دانشگاه مذکور را به عنوان رهبریت دانشگاه هم فرستاده است. این از جانب اینها خوش قبول شد، چون اونا میفهمند که این مجسمه ها اگر اینجا گذاشته شود این آبروی خود روسیه هم هست. میفهمید؟ چون بر پشت این بزرگان نه تنها تاجیکستان، دو کشور دیگر میستند، دو کشور فارسی زبان دیگر، ایران و افغانستان. لیکن امروز وضعیت های ژئوپلیتیکی دنیا عوض می شود و ما باید افتخار کنیم که ما میتوانیم این کار کنیم. دوستان این هیکلتراش آمادگی خود را برای دستگیری مالی لایحه ابراز داشتند، ولی به اندیشه او آن باید با مبلغ گذاری حکومت تاجیکستان عملی گردد. یک منصبدار به ما گفت که ما چرا لازم است که ما رویم در پترزبورگ این مجسمه را سازیم؟ باید اونا سازن. نه، ما به این نیاز داریم، ملت ما به این نیاز دارد، فرزندان ما به این مجسمه ها نیاز دارند. مسخره میکنن تاجیک‌ها را در کشورهای دیگر. ما موضوع استهزاء شدیم. من میخواهم که ما سربلند باشیم و ملت داند که چنین ملتی بزرگ، یگان ملت دنیا در دنیای پهنا چنین مقدار بزرگ نوآفریده است ملت تاجیک. این پیکره‌ساز 50 ساله که در چهره‌سازی صدها بزرگان تاجیک و جهان سهم گذاشته است، 25 سال است در شهر سن ژرمن آنله واقع در 20 کیلومتری پاریس زندگی می‌کند. و بعد ساختن مجسمه ملکه شامبورسی عنوان شهروند افتخاری سن ژرمن آنله را هم گرفته است. او سال 2006 این پیکره ملکه شامبورسی را آفریده بود که از جانب شهرداری چون رمز شهر اعتراف شده است. امری امینوف مجسمه دیگری خود را که در میدان شهر پوئسی فرانسه با نام پیام صلح قامت افراخته است یکی از شاهکاری‌های ایجادی‌اش می‌داند و در ساختمان آن 1 سال زحمت کشیده و بعد آن عنوان هنرمند صلح یونسکو را هم صاحب گشته است. این کوارتر یک کوارتر قدیمی که نامش نوایه هست، شاید 500 متر از اینجا شاه تولد شده است و شاه سن لویی و به این خاطر ما این رمزها رو گذاشتیم. رمز یعنی که شاه، در گرد شاه همیشه یک مصلحتچی هست، یک شاعر، یک فیلسوفی هست و در گرد اینا همیشه یک الهام هست. الهام این زن زیبا، این شعر و شاعری و فلسفه دنیا همین است. این هیکلتراش تاجیک که در عائله آهنگر به دنیا آمده است در همه آفریده هایش همچون رمز تاجیکان عکس آهنگر را با پتک و سندانش حکاکی کرده است و خود را از نسل کاوه آهنگر می داند. من پدرم گفتن من در نزد مردم شرم خواهم کرد، تو میخوای هیکلتراش شوی. من گفتم خدا پدر شما باید فهمید که من همون آهنگرم، فقط همون آهنگری که با یعنی میرم معلومات عالی آهنگری میگیرم و شاید همین سخنهای من پدر را گرم کرد و ایشان میدانید که ما از اولاد ایشان زاده هایم و ایشان مظفرخان، تقای من، ایشان سید حیدر همشون آمدن آمین دادن، دعا دادن. او میخواهد بعد عملی شدن لایحه‌اش در سنت پترزبورگ در دوشنبه سلسله مجسمه هایش قامت برافرازند. این مجسمه ها اینا مال شخصی من است، لیکن اگر امروز همین روز من گذاشتم همه اینا مالکیت ملت من میشه.